سلام کوچولوهای نازنینم. بیاین نزدیکتر، بالشاتون رو بغل کنین، چشماتون رو نیمه ببندین، یه نفس عمیق بکشین، آروم. امشب میخوام براتون یه قصه شیرین بگم. قصه آلیس در سرزمین عجایب. یه روز آفتابی یه دختر کوچولو به اسم آلیس زیر درخت بزرگ نشسته بود. کمی خسته بود. با آسمون نگاه میکرد و با خودش میگفت ای کاش یه اتفاق جالب بیفته. یهو دید یه خرگوش سفید از جلوی چشمش دوید. بچه‌ها، این خرگوش معمولی نبود. کت جیبدار پوشیده بود. یه ساعت جیبی تو دستش بود و هی میگفت وای وای، دیرم شد. آلیس کنجکاو پرید دنبالش. دوید تا اینکه خرگوش توی یه سوراخ بزرگ گم شد. آلیس هم بی فکر پرید دنبالش و افتاد پایین. وقتی به زمین رسید خودشو توی یه راهروی پر از در دید. روی یه میزه کوچیک یه شیشه بود که روش نوشته بود منو بخور. یه قلوب خورد و یهو کوچیکتر شد تا اندازهش به یکی از درا میخورد. درو باز کرد و رفت. اونجا یه دنیای عجیب بود. گلها پچ پچ میکردن، حیوونا مثل آدما حرف میزدن و یهو یه گربه عجیب با یه لبخند گنده ظاهر شد. گفت اینجا هممون یکم دیوونه ایم. بعدش آلیس رسید به یه مهمونی چایی. کلاه دیوونه، خرگوش شیطون و یه موش خواب‌آلود اونجا بودن. هی چایی میریختن، هی حرفای عجیب میزدن. آلیس هم اونقدر خندید که لباش سرخ شد. اما خب، سرزمین عجایب همیشه مهربون نبود. یه روز با ملکه دلها روبرو شد. ملکه داد میزد سرش شو ببریم. آلیس شجاع بایستاد، نترسید. ورقهای بازی دورش چرخیدن مثل طوفان. یهو چشم باز کرد. دوباره زیر درخت بود کنار خواهرش. آلیس با خودش گفت همش خواب بود یا واقعا رفتم جایی که خرگوشا حرف میزنن و گربه ها لبخند میزنن. لبخند زد و آروم فکر کرد شاید یه روز دیگه دوباره به سرزمین عجایب دعوت بشه. بچه‌های عزیزم، یادتون نره عضو کانال بشین تا قصه های جدید رو از دست ندین. با دوستای خوبتون هم به اشتراک بذارین تا اونا هم لذت ببرن. حالا چشماتون رو ببندین، آروم بخوابین تا یه شب دیگه و یه داستان دیگه. شبتون خوش و خدا نگهدار.